گفتی؟ من در وعده هم ایستم. سلاحت را پایان کن جعفر. همه رفیقانم را برمیگردم. این با مصلحت حال نبرساند. هر کاری که میخوای کردن گیر. میلش خوب شده است، اما از اینجا دور شوید. زودتر. کمیسر شوی فرمون داده که در حال به خفا گردید. تمام. اقرب یک به من گوش کنید و شما امر میدیم که در جای خود بایستید. اقرب دو اقرب یک. فرمان بازگشت را من دادم. فرمان میدیم که زودتر به جای خودتان برگردید. زودتر. آرام شد. کامیاب نمیشه. تو نفری هستی که برای این وطن جان فدایی کرده ای. آردن و مدال ها گرفته ای. اسیر گرفتنی آدمان به تو نمیزیبد جعفر. مدال و آردن گرفتم چی شدم؟ انا گیر. آیا شکمم را سر میکنند؟ آیا با مادری بیمارم درمان میشود؟ من از مدالی تو بیزارم. ارزش شرف و افتخار چی؟ اینش را با چه میکنی جعفر؟ من برای وطن معیوب شدم. حق دارم که انسان بر این زندگی کنم. جعفر، انسانوار زندگی کردن با سلاح حضوری نمی شود. وقتی که رفیق زخم برداشتم رو به خانه‌اش می بردم. با پای من فراندند. به این جایم. و بعد با رفیقم 2 کیلومتر دیگر رفتیم. از اونجا با من تنها یک پای شل ماند و خلاص. این شرمندگی نیست جعفر. این شرف و افتخار است. بس کن. وقتی که آمدم همه به من چون به مصلوب می نگریستم. نه خانه هم ماندو، نه به زن و فرزندم یگان خوبی رسید. سلاحت را پرتا برادر، سلاحت را پرتا. زودتر التجا میکنم. فریب کرده. در پاش. خیر، آرام شو. سومان جانکم به خود بیا. بیدار شو سومان، چشمانت را کشو. سومان جان مرحمت. ما حل میکنیم. رادیب سومان نفهمیدم که به این دختر چی شده باشد. حیاتش سنگین است. بار زندگی برایش وزنین است. باید زودتر او را به بیمارخانه ببریم. صالح با او مصلحت کرده حیات اسیران را به خطر گذاشتی. عملیات را با این گونه آدمان کاری آسان در میپنداریم. مقابل غارتگران نمیخواهم که ضعیفی ظاهر کنی. شاهین، مذاکره کردن این نشانه ضعیفی نیست. عیناً مثل یک سالی گپ میزنی. گوش کن، این شخص دردی دارد که عقلش را تیره کرده است. لیکن او را راضی کردن ممکن است. بار دیگر کوشش میکنم. عارف کشال نده. در آمده کار را تمام کنی. نه شاهین، منتظر میشویم. من بعد زنگ میزنم. ای خدای مهربان به این دختر قوت بده. مادر جون، اپای سومان با ما کمکی زیاد کرد. من او رو دوست می‌دارم. غمگین نشو. به فکرم که اپای سومانت کمی خسته شده است. من کلان شدن نمیخواهم. میخواهم که کودک استم. چرا این خیل میگویی دخترم؟ حیات کلان سالون مشکل. انا بینید اپای سومان رو هرگز درد و غمش تمام نمیشود.
خدا شفا دهد. رحمت به آقای دکتر. خانم سومن، سلامتیتون نه چندان خوب است. باید جراحی شود. جراحی؟ بله. اما یک مسئله مهمی دیگر رو باید دانید. بعد از جراحی احتمالی بی فرزند ماندنتون زیاد می شود. خدایا. عارف. برادر درباره شخصیت این آدم معلوماتی پر حالا کی فهمیدم این برادر بعد از تمام کردن خدمت حربی قرضدار شده است. و بعد پرداخت کردن نتوانست. پرداخت رو یک طرف ماند، خانه‌اش رو تجزیه کردن، تمام اشیای خانه‌اش رو گرفتن. مادرش باشد بیماری سکته دل است. با مادرش با نخوردید؟ خانه دوگانه شده است. اگر جراحی نکنند حالش وزین می شود. خدمت حربی، قرض بانک، خانه از دست رفته، بیماری مادر. ای برادر، جعفر بسیار جوانی به قوت بوده است. در عملیات‌های تعییناتی مخصوص اشتراک کرده است. یعنی او ما رو میشناست. این گونه آدم رو به عملیات بردن خطر کلان دارد. بعد باز مصلحت میکنیم تو مسئله مادر بیمارش حل کن، او رو با بیمارخانه برده معالجه کنم. زودتر باش، اکای صالح را نیست به اینجا. خوب شده است. خدایا این وزنینی رو حتی کوه برداشتن نمیتواند. دختری بیچاره تنهاست. قوتش نمانده است. غم و اندوهش زیاد است. خدایا او رو تنها مگذار. مادر جون، اپای سومن صحت می شود؟ البته صحت می شود. او کمی بیمار شده است. من اپای سومنم را نگاه و بین نکنم. به خونه ما بیایم. شما، من و دادم اپای سومنم را نگاه و بین نکنیم. و علیکم السلام. عارف، من در خانه. چی؟ چی خیلی؟ مایلش لازم نیست، من خودم می آیم. عارف، تو در اونجا از پی کاری خودت شو آخر. من یک کار کرده می آیم. وقتی که اشاره کردم از اینجا می‌درآید و کار را حل می‌کند. کمیسر فهمیدم و کمیسر عارف به عملیات اجازه ندادند. آیا هر دوی شما از 3 نفری در درون بودن می‌ترسید؟ همین خیر؟ با من فرقش نیست. خواهید من خودم تنها می درایم. بی تو بود راست نزد الله می روم. این فرمان از کارلوس. اطاعت کمیسر. راگرد میرویم. اکای جعفر ما چی کار کردیم؟ آخر ما در تعینات مخصوص کار میکردیم. اکنون زیدی آنها بجنگیم. اگر ما رو فرزندان این وطن شمارند پس یگان راهش را مییابند. اگر ما رو نیتی کشتن کنند پس دیگر چاره نیست. اگر پول جراحی مادرم رو نگیرم پس همه برابر من میروند. گوش میکنم. با سردار تعینات مخصوص آقای اکمل صحبت کردم و تو سلام بود. سرکمیسر اکمل رو خوب میشناسم. دیدی تروریستان با هم جنگیده اید. ما از خود او کفیل تو شد. گفت که جعفر بسیار خسته شده است. درد و غمش زیاد است. او یک فرزند فدایی وطن است. گفت که اشتباه نکند و زود سلاحش را پرت آید. اکنون دیر شد. تاکید کرد که ما را شرمنده نکند و غضب نآورد. مرا مجبور نسازد که برای او آیم. می آید. لیکن او در شهر ایستاده نمیتواند. او را با اینجا آوردن خیلی مشکل است. حمله کرده می درایم. اول شیشه رو میشکنیم. تو در اینجا اسم مرا محافظت کن. نه بولتا، یک جای میدرویم. پیش روی مرا نگیر برادر. بولتا تو مجبور نشویم. نمیپرانیم. در درون اسیران میباشند.
گوش کن برادر، من و تو همسط و همدراقیم. خدمت‌هایی که برای این وطن کرده ای کفالتت میشوند. سلاح را پرتاب کن. با صمیمیت میگویم، قسم میخورم که بر ضد تو عملیات کردن نفرت انگیز است. اما اگر تو راضی نشوی پس مجبور میشویم. میدانم در رفت عملیات نباید نامت را بگویی. تو نامت را به من نگفتی اکا. نامم عارف. گوش کن اکای عارف، چنانی که میبینم تو مرد هستی، اما درد من مادرم میباشد. برای من سختش نیست. به خانه میمونم، در کوچه زندگی میکنم. میدانم جعفر، میدانم با مادرت در ارتباط هستی. مرا گوش کن. معامله را به خانه میکنی، اما اگر به پای مادرم خانه خرد شما رو زنده نمیمانم. و مادری من چیکار دارید؟ جعفر، مادرت را برای معالجه به بیمارخانه میبریم. گم شوه. برای جراحی کردن همه را آماده کردیم. مادر جان صحت میشود. نگران نباشید. دخترم، خدا از شما راضی شود. پسرم جعفر در کجاست؟ آیا همه این را او هم کرد؟ او گفته بود. من به او گفته بودم دولت البته کمک میکند. باور کن جعفر، خراجات های جراحی و معالجه از حساب دولت پرداخت میشوند. برای فریب کردن من سخنها را میگویی. با جراحت من نمک میپاشی. مادرم را استفاده کرده مرا بدم افتادی. میروی مادر. کم بیش با تو شوخی میکنم، اما حلالت باد. حلالت باد. حلالت باد برادر. اکای عارف، قریب بود که به تو کمر میکردم. جزای فریبت را حتما میبینی. کی را به آنجا روان کردی؟ بالتا و کارلوس به درون در آمدن. اشاره آنها را منتظره. این نابکار آخر خری بود که او را با باوری خود در آورده بودم. چرا خودسرانه این کار را کردی؟ بعد از 30 ثانیه کار حل می شود. آرام شو. تو فدایی بهترین را زیر خطر گذاشتی. تو کارمند فدایی را برای عملیات به درون بانک در آورده. جواب این کار کرده را میدهی. دقت! مادامی که تیر از کمان جدا شد دیگر چاره نماند. اقرب دو، اقرب سه. اقرب دو، اقرب سه. این آدم این فرق به هیچ خراب نمیشته. مسال دارد جواب ده. یه بانگی نکنی را به من ده. اکرم تو را اکای عارف بیم یا چی؟ ما را فریب کردید. ما را با گپ گرفتن. دو سربازتان با ما حمله کرد. جعفر اشتباه شد. گوش کن. با من گوش کن. مادرت در حقیقت در بیمارخانه است. همش خوب میشود. تو گمان میکنی که برای وطن خدمت کردم و حالا در اینجا یگان کس را نمیکشم. اشتباه میکنی. من چقدر جدی بودنم را با شما نشان میدهم. برو از اینجا براره و دیگر حجره برید. دهانش را محکم کنید. همه کار را رسوا کردی. دستگاه علاقه را گرفت. اکای
گوش میکنم. این را گیر. اگر خواهی با سردارت الوداع بگو. اکای عارف، من با آرزویم رسیدم، شهید میشوم. راست نزد گذشتگانم میروم. وصیتی من این که مرا به تابوت نگذاشته، راست کفنم کنید. رجب، بولتا، رکلامه بی تابوتی تو رو میکنیم. اکای بی تابوت. بزنش خبر رسانید. باز کن. بیعقلی نکن، به من گوش کن. با تو انسانوار گپ بزنم. قسم میخورم اگر به یگان کس ضرر رسد. عارف، آرام شو. آنها را به غضب میآری. فلکه یک نفر شهید شد. امیدوارم که آخرین بباشد. رجب، بولتا در درون بود. بولتا و کارلوس در درونند اکا. زودتر میدارم، زودتر. چیکل نکنم اکا، چیکل نکنم. آخر بیویجان رجب رو پران. بفهمید، بولتا رو پران اکا. اسیران دیگر هم هستند. باید آرام شوی عارف. اکا میبخشید، اما دیگر نمیخوام که به یگان کسی دیگر ضرر رسد. نمیخوام. رفتم. من به تو نگفتم. تو هیچ کس را گوش نمیدی. خاموش شو. زودتر رفیقان، زودتر. میدرگویم. عارف ایست. من شما را نابود میکنم. خدمتی حربی را خیلی خوب کردن. جنگاوری خوب است. چیکار میکنیم؟ با درون در آمده پناه میبریم. راه دیگری نداریم. عارف! ظریف رجب مرد. قربان اشتباهی ما شد. حالا من به زنی او چی میگویم؟ ظریف آخر من به سردار چی میگویم؟ اگه طاقت کن قربانت شوم. آخر کارلوس هم در درون است. اسیر در درون است. خودم طاق میشم. شیطان وسوسه دارد که به درون درآ. قاتل اصلیش برآمده را نابود ساز. اگر به من ضرر برسد
گرمگانهای درون را میکشم. چرا تو برادران ما رو میکشی عقب زن؟ چرا؟ عارف بی خودت شد. مرا به گپ گرفته آدمهایت را فرمان حمله دادی. من میدانم قول کارگران تعینات مخصوص یک است. البته قولمان یک است. جعفر به من گفتن که تو در رفت عملیات معیوب شده ای و پای تیر خورده ای. بله. حالا باشد اسیان کرده اسیران رو میکشی. اسیان نمیکنم. من در راه وطن این پایم را نیز فدا خواهم کرد. فهمیده؟ اما مادرم یگان کس مادری مرا صاحبی نکرد. آخر عارف با تو گفت کو کارهای مادرت رو تخ کردیم. بس کنید باز همان دروغگویی های پیشین. عارف به رفیقانت زنگ زن. حاضر. من عارف امیر. او را به بیمارخانه بردید. حل شده است اکا. من سردار صالح می باشم. تلفن رو به مادرش ده. مادر جان. خدا از تو راضی شود پسر. بسیار هم رفیقانی دلیر و جسور داشتایی. بیمارخانه بسیار زیبا. این آدم بسیار مردی غمخوار و مهربان. پسرم التجا میکنم پیش از جراحی بیا تا تو را ببینم. مایلش مادر جان. میایم مادر. سخنهایت تاثیر بخشند. جعفر بس کن. اگر تسلیم شوم باز مرا از کار پیش میکنید چی؟ اگر باز مادری مرا غمگین کنید چی؟ تا صحت شدن مادرم من در کجا میایستم؟ جعفر من هم در رفت عملیات معیوب شدم. تو شکر کن که راه گشته میتوانی. من چندین کارد خوردم. لیکن اینها زخم نه بلکه نشانه قهرمانی هستند. نشانه. تو از اینجا بیرم. من با تو کاری ندارم. حالا من به نزد تو میروم. بسیار راه گشته نمیتوانم. جعفر دست مرا تو میگیری. آدم جسد رفیقش را تنها نمیپرتاید. گمانی دارم که به من کمک میکنی. اکا شد عارف. جعفر به ما باور میکند. ما با او باور میکنیم. به عملیات آماده ای. از چرخبال پایان می آیی. تو را میانی کوههای آسمان بوس گذاشته می روند. آن وقت وجود انسان در تنهایی فرا می گیرد که میانی آن کوه پشته گرگ و پلنگ یابهای عاجز میمانی. سپس به آسمان و به آفریده های خدا نظر کرده میگویی که چرا من تنها باشم، زیرا خداوند با من است. جان من در دست اوست پشت و پناه من. خدایا من رفیقان زیادم را در کوه بیابان گورانده آمدم. دنیا خود میدان حرب است دادرم. اسفل از سافلین، یعنی پسترین مکان، پلیدترین جای است اینجا. طوری که تو را از چرخبال پرتافتند، انا همان طور این مکان است که تو را از بیشت به اینجا فرو نشاندند. یا از چرخبال به کوه پشت برای محاربه فرود آمده ای، یا از بیشت به دنیا بهر رسیدن به کمال انسانی. اکا من در این دنیا یگان کس ندارم. یگان کس مرا انسان نمیشمارد. مشو با مثل نفرانی که در وقت سخت زاری تولا میکنند و در وقت سری اسیان و سرکشی. همه این در پیشانی ما ثبت شده است. با فکرم در وقت عسکر بودنت برای به خانه به نزد مادرت برگشتن دعا کرده یا نه دادرم؟ کردم اکا.
به خانه به نزد مادر و برادران و رفیقانت برگشتی یا نه؟ برگشته آمدم اکا. یعنی خدا دعاهایت را قبول کرد، آرزو و هوست عملی گشت، یا اینکه نه جعفر؟ شد اکا. معلوم که آن چیزی خدا بر تو داد از آن نفرت کرده ای. از سبب یک دو کلفت ناچیز اسیان و سرکشی نموده آدمی که از زیر باران تیر و تفنگ با سری بلند گذشته آمده است، امروز برای یک کار و یا قرض فریفته شیطان گشته است. همین طور اکا، زندگی را پیش بردن از دهشت جنگ در زمان خدمت حربی بودن مشکل تر است. شمشیر نفری که در راه حق می جنگد برنده تر است. در زندگی باشد از نفری با صبر و کارگر چنین است. سلامت باشید اکا. توبه کن، سلاحت را گذار اکنون. میافتم دازرم، مرا دور، مرا دور. اکنون برای تو جنگ ریسک حلال به دست آوردن است. فراخ گرداننده ریسک خداست. رحمت عارف، برای مرا به اینجا دعوت کردنت. کارلوس، کارلوس، رجب در کجاست؟ بولتا در کجاست؟ رجب در کجاست؟ کامچان. از دست من یکان کار نامد اکا. مرا به دام افتاندن. اکا، پیش از من شربت شهادت و چشیدن از دهان سخن خوبه برآمد ای برادرم. چرا؟ من تو را بسیار ناراحت کردم. حقی تو در بالای من زیاد بود. کاش همه ها رو نابود میکردی. ای برادر، آخر من بیانگر چی میگویم؟ چی خیل میگویم؟ مردنت رو چی خیل میگویم؟ ای بولتا، ای بولتا. ای برادر، رجب، تو نمو رجب. بولتا. برادر بس کن، احساسات رو نگاه کن. شما را فریب کردم. مرا ترساندی. مرا بسیار ترساندی. چه کنه شوخی بود؟ برادری من، جانی من. من همین خلال را فریب کردم. تو برادری جانی من هستی. رجب، حالت چطور است؟ برادرم، قربانی خداوندگی تو را باز به ما برگرداند. اعتراف کردی برادر، برای من شده بسیار سعی و کوشش کردی. همیشه مرا دل برداری کن. البته که تو را دل برداری میکنم. دل تو را شاد میکنم. برادری جانی من. برادر، بگیرید را. خطا هم کرده باشی، این مدال سزاوار توست. حق حلال خودت. اکای عریف، در حقیقت مادرم رو جراحی میکنند. قبل تعیینات مخصوص مردانه است برادر. ادای وعده برای ما شرف است. زری برادر، او را به تو میسپارم. مایل شیطان، وقتی که صدای تیرپرانی رو شنیدیم هممون گمانی بد کردیم. راست میگویی اکا. لبای سعادت. چی؟ جراحی میکنند؟ نفهمیدم، خودی حاضر میکنند. میلش خیر.
اکای صالح و خیر است. نهایت خوشتامرتان را بستری کردید. عارف پیش از اینجا آمدنم سومن رو با بیمارخانه برده بودیم. چی؟ بیمارخانه؟ اکای صالح چی شد؟ عثمان چی شد اکای صالح؟ حاضر سعادت زنگ زد. سلامتیش آنقدر خوب نیست. سومن رو جراحی میکنند. آخر او یگان دردی نداشت. چی شده باشد؟ نمیدونم در خانه ناگهان بیهوش شد. سلامتیش بد است. به جراحی آماده شوید. شده است آقای دکتر آقای دکتر یک لحظه وقت بسیار تنگ است. او در حالت وزنی است. هر حادثه شدنش ممکن. غیر از جراحی راهی دیگر نیست. متاسفانه نیست. بیمار را زودتر برای جراحی آماده کنید. لطفاً زودتر شوید. همیشه از آن منی سومن. مرا تنها مگذار. برادری جانیم جورا جانا برای مرسا جانت را پیدا کردی ها؟ اینه برادر مرا مرده گمان کرده بسیار گریه کردی. جورا این خیلی نبود اشک چشم من از دودی بمب بود برای تو گیره نکردم بهتری چی؟ تو بهترین رفیق منی. تو هم بسیار رفیقی دوست داشته ای من نباشی برادر یعنی چه؟ زیبا میخیل نه؟ مادر جان بسیار زیبا می نماید. سمبوسه با دستانی خودم پختم. ای تماما به حال می نمایی. گیر از سمبوسه های خاله حنیفه بخور. با مزه این را برای پسرم تیار کردم. با یگون کس نگویی. پسرم در تعیناتی مخصوص می باشد. شب و روز آنجاست. پیشی روحی آدموی بد رو میگیره. نامی پسری تو جمیل؟ ها؟ تو از کجا میدانی؟ برای یک نشان از نشانه کلان. ای آدم مبارک تو در اینجا نشسته از همه چی باخبری؟ از کجا میدانی به خدا؟ در حقیقت خواستگاری میروم. این نه نشانه او دیگر است. رتبه دارد. رتبه دارد؟ کمیسر میشوم. بلندتر. سر کمیسر. باز بلندتر. مدیر میشود جمیلی من. خیر مادر جان. سمبوست بلند دستهای درد رو نبیند. پسرت نشانش رو گیرید مرا یاد کن. سلامت باشی. گیر. ما رزق خود را گرفتیم. گرسنه را خوراندی. عملی نیکی تو برای ما کافی مادر جان.
که اومده میخواهند او رو جراحی بکنند. چی شد؟ دکترها چی میگویند؟ خبری خوش نیست. چی شد اپای سعادت گپ زن؟ او حیات من است. او نور چشمان من است. سومن بیماری سرطانی سر می باشد. باید جراحی شود عارف. همش به خاطر ما شد. ما او را به این بیماری گرفتار کردیم. ما این کار را کردیم. خداوندا تو او را از دست ما نگیر. اکا جون من همیشه دعا میکنم انشالله اپای سومنم صحت میشود. اگر به او یگان حادثه رخ دهد پس من چیکار میکنم؟ مادر جان زحمت کشیدید. با دستانی خودم تیار کردم. اینجا خانه شیر بچه ها بوده است. زیبا بوده است، بسیار زیبا. تشکر مادر جان. در راه با یک آدمی بیچاره واخوردم. به او هم یک چند سمبوسه دادم. اوه نصیبهش بوده است. میدونی چی؟ اون شخص نامی تو رو گفت. خدای توبه. ها؟ حیران شدم. برای جمیل نشانه ای هست گفت. عجیب روزی خواستگاری رفتنمون این سخن ها را گفت. و خدا مردی مبارک بوده است. من هم همین خیل گفتم که خواستگاری میرویم. گفت که نشانه او بزرگتر میباشد، رتبه میگیرد. چی شد پسرم؟ الحمدلله. رفتیم سمبوسه ها خلوب بشه. رفتیم باید اتاق جراحی بریم. حیات من، نوری چشمان من، تو را بسیار یاد کردم. همش عیب من شد. تو را احتیاط نکردم. دلم بیقرار شد. خزان شدم. اگر صدای ما را میشنوی یک دفعه چشمت را باز کن. مرا تنها گذاشتن نرو. چشمهایت را برای من باز کن سومن. باز کن سومن. آیا اجازت میدی به چشمان تو یک بار دیگر نظر کنم؟ ایستا نخیز. همش برای سلامتی تو سومن جان. چه شد؟ مرا به کجا میبرد؟ تو را جراحی میکنند. چقدر جراحی؟ من جراحی شدن نمیخواهم. سومن التجا میکنم. آرام شو التجا میکنم. آیا تو را دیگر دیده نمیتوانم؟ همکارانم را، خانه‌ام را، شما را. این طور نگاهی تو نوری چشمان من جراحی شدن نمیخواهم. نمیخواهم. سومن چیکار میکنی؟ سومن اپای سعادت التجا میکنم. شما گپ زنید. سومن جانی من، دکتر گفت که این جراحی مهم است. میفهمی؟ سومن امروز روز جراحی کردن نیست. امروز روزی نیست که با شما الویدا کنم. عارف من آماده نیستم. التجا میکنم. میلش خوب شده است. من با دکتر مصلحت میکنم. آیا من برای شرمنده شدن زنده ماندم ها؟ برادر یک مرتبه دیگر بازی میکنیم. تو رو برگردان. مهارتت را نشان ده. ظریف این بود برای تو. زودتر بسیار خوب.
عشقم خوب را فریب داده ایستاده. از اینجا کار سر بزنم نه آها از اینجا آها سرما زدنی باشه زدنگیر چه این خبر فکر میکنی؟ بولتا زنی تو سیگار گرفته به اینجا میآید در کجا؟ سکر گردی اینجا بیا اینجا نشون میدم بیا یک مرتبه بازی کنیم بیا این حال رو بینید گمبادوری همون خیل است اگر با یک وظیفه یا کار جیغ زنم هم از پای وظیفه میشه میفهمم سرطان مایله سر تا رفت انکشاف یافتن میگیرد و دیگر شانسی زنده ماندن نمیماند. میدونید من از مرگ نمیترسم. میترسم که از رفیقانم جدا میشوم. تنها همین آقای دکتر. ولی اما چی دکتر؟ خانم سومن میدونید که آقای دکتر همش رو میدانم. آیا شما میدونید که برای یک جوان دختر بی‌فرزند بودن چی معنی دارد؟ فهمو یعنی تو برای همین جراحی شدن نمیخواهی اما سلامتیت چی من میشه؟ همیشه خیال میکردم که خاندار شده صاحبی فرزند میشوم عارف. برای من مادر شدن از پالیس شدن مهمتر است عارف. اگر جراحی نشوی به این آرمان هایت نمیرسی همش از نصیب. البته نصیب است، لیکن میدونم که فرصتی مادر شدن را از دست میدهم. من راضی نیستم که جراحی شوم. راستی گپ خودتون میدونید من طرفداری جراحی کردن شما میباشم. رحمت آقای دکتر. شاید بدتر. برادران مادرم اومدند با دستان مبارکشان برای ما سمبوسه پختند. خوش آمدی. خوش باشی خوش آمدید. خوش باشی پسرم مادر خوش آمده خوش باشی. چی نمودی؟ سمبوسه است مادر جان. سمبوسه بول است. میشود مادر جان این نست چطور میشود؟ از اسمال حق آیا در داخلش کمی پنیر هست؟ البته این رو بینید من حاضر این را با علف ملفش میخورم. اگر میدونستم که این قدر دوست داری دود طبق میبود. مادر جان انشالله که خبری خوش است. میدونید باری دیگر میسنجد. اگر جراحی شود شاید از مادر شدن محروم گردد. اپا جانی زیبای من مادری خوب میشوند و این که از یگان ضرر نمیرسد. گفتن که جراحی میشوی. برای تو جزدان آماده کردم. من گیرم اپا. رحمت به شما. ما هم نیتی رفتن را داشتیم. خوب نباشد ما میرویم. ساله در خانه تنها میباشد. تشکر زیاد اپا جان. خیلی زحمت کشید. چه خیلی زحمت جانکی من. خداوند به شما شفا دهد. با خدا قسم تعیناتی مخصوص در حیاتش این گونه سمبوسه بولازات رو ندیده است مادر. مرحمت آقای سردار. قریب که همه یکدیگرشان رو میخوردن. مادر جان شما همیشه برای ما سمبوسه میارید دیگر از ما گریختن نمیتوانید. این خیل نکوید. خداوند شما رو از ما دور نکند. مادر جان چای های من بسیار بولازت میباشند. اول من این چای رو 13.5 دقیقه در بخار میگذارم و بعد این چای رو من برده
عذر میخوام آقای سردار. رحمت آقای سردار. جمیل که اینجاست آقای سردار از شما یک خواهش دارم. خوب پگاه نصیب باشد برای جمیل خواستگاری میرویم. اوه همین خیر. مبارک شود جمیل. خداوند عاقبتش را به خیر گرداند. تشکر آقای سردار. تشکر. اما همراه من کسی نیست. یعنی من تنها خودم خواستگاری میروم. گفتنیم که چه گویم خدا. خانم حنیفه خودش چی گفت؟ یگان کس نیست. اما برای چی می باشه؟ گل دسته گرفته شیرینی گرفته همه یک جایت به خواستگاری می روید. راست میگوید آقای سردار. پسرم آخر ما تنها برای عملیات نمی رویم. ما با گل دسته رفته خواستی خودمون رو می گیریم انشاءالله. خدا را شکر. سلامت باش. سلامت باش. من تو را زود به خانه میبرم. رحمت. این چیست؟ لیل سپید برای کودک همسایه گرفتم. پسری همسایه؟ بله. آن همسایه که برای تو خوراک آورده بود. نه آن را هم تو آورده بود. آخر دوست همان دوست به خانه ها دوست در آمده بود. وقتی که دوست در آمد ببینم که به هیجان و لرزه آمدی عارف. نه جانکم چه خیلی لرزه. کاری عادی نبود. آخر یک کودک بود. باز کودک بی پدر. من برای دل کودک را شاد کردن این کار را کردم. فقط برای کودک. تو سومن پدر ندارد. تو باشی وظیفه پدری را اجرا کرده مادرش را صاحبه میکنی. گوش کن سومن. آخر حالا وقتی این خیلی گپ ها نیست سومن جان. خیر. سومن شد. یک دقیقه سومن گوش کن. خدایا خداوندا در سر این دختر هر گونه فکرهای بد می آید. آخر من چی کار کردم؟ من چی کردم که دل نازک آزار گرفت؟ اوی برابی. سلام علیکم. سلام عارف. برادر گل گرفته ای؟ شنیدم که سومن در بیمارخانه است. باز زیارتش آمدم. سومن از بیمارخانه برادر این چه گل است؟ این ارکیده است. تو این رو نمیفهم. نابکار بودنت را ندانند. فکر میکنن که تو باغبان از هستی. کارهای بیهوده‌ای که تو میکنی این کار خوبتر است. الله همراه تو به سیر و گشت میرویم. من از نزدیک کی و چی بودنی تو را دانستن میخواهم برادر. به هیچ کجا نمیروم. نه میروی. التجا میکنم. بیا رفتیم. مادامه که زاره میکنی. گشتم. وقتی که تنها بودی در اینجا غذا نمیخوردی. سعادت چند روز شد که از بیرون خوراک فرمایش میدهم. صالح حاضر من برای تو خوراکی با لذت میپزم. دستت در نکند. نازیه بین کی زنگ میزند؟ حاضر میبینم دادا جون. بیبیم اومدن. خوش آمدید بیبی خوش جون. باشی دخترم. این بالا نمی آیم میگفت کو مادرت آمده تشکر است. خوب است. بسیار خوب. حاضر باز داد و فغان را سر می کند. تشکر. سلامت باش.
تو گفتنی که او را من کشتم. در حقیقت فهمیدی؟ تو را میکشم گفتنی. نه میخواهم که چهره شخصی به قدر رسانده‌ات را خوبتر نگاه کنی. این آدم را من نکشتم. تو کارمند تعینات مخصوص هستی. نمیدانم که چه درد داری، اما فراموش نکن سوگند خورده ای که تنها در مقابل بدی ها و برای تینجی آرامی جامعه سلاح استفاده می‌بری. برای سبق تشکر. من وظیفه‌ام را میدانم. حالا باشد میخواهم به چهره این مرده با دقت نگاه کنی. اگر در وجودت یک ذره وجدان مانده باشد به همه‌اش قایل شو. وقتی که این آدم مرد در آنجا بودم. اعتراف میکنم. اما من او را نپراندم. تو چرا اینقدر آرام سخن میکنی؟ مگر از نتیجه کافتگاه ها بیخبری؟ این چیست؟ این نتیجه کافتگاه ها. این سلاح را از یک کلبچه جای حادثه پیدا کردم. تو را با سلاح خودت نه بلکه با سلاح دیگر پراندی. نه، من اگر پراندم میخواستم با یاراق خودم میپراندم. البته تو بر این خائن نابکار نقشه این کارها را کیها کشیده ای؟ باز به تو میگویم که من او را نکشتم. او از برای تو شده بود. چی میخواهی که گناهت را به گردن من بار کنی؟ اگر تو او را نپرانده باشی پس در آنجا چیکار میکردی؟ تو را نظارت میکردم. مرا؟ برای چی؟ عارف، من تو را همیشه نظارت میکنم. اما تو این را نو کرده ای. امروز خوشتامانم سری حال است. باز چشم نکنی. چهرهش شده است. من هم در حیرت موندم. آیا پیش از آمدنش به سری او یگان سنگ افتاده باشد؟ یه فرصت بازی کنیم. اما سخنهایت مرا قانع نکرد. این مشکلات توست. شاهین، فرض کردیم که تو او را نپراندی. بله، حالا در دستم دلیل قاطع هم نیست. اما چرا در آنجا بودی؟ چرا مرا نظارت نکردی؟ با تو میگویم چرا؟ عارف امیر، تولد 1985. جای تولد نامعلوم. وقتی که 30 ماه بودی تو را از باغچه یتیم خانه یافتند. یکی از شبهای ماه می. صنف ابتدایی را در مکتبی کامل سیار خواندی و بعد 4 سال در کالج پلیس اعلی ختم کرده و اکادمی داخل شدی. 16 سپتامبر سال 2002 آغاز روز خانیش با زینب نام دختر نیت ازدواج کردن را داشتی. در اکادمی واخوردی اما نشد. عائله‌اش این را نخواست. از این رو
زینب رد نبود. سالهای خوانش در اکادمی خوب بود. تو با مجاهد از ایرچندی در یک اتاق زندگی میکردید. مجاهد بچه بسیار زیرک و او خیلی مهربان بود. هر وقتی که مشکلات پیدا میشد او با تو کمک میکرد. بعدا یاردمچی کمیسر شده با رازگی خودت و تعیینات مخصوص گذاشتی و بعد به خارجه رفته در سومالی، افغانستان، خاورمیانه، بالاخره در استانبول با شاهین در یک مقامات کار را شروع کردی. حکایه عجیب همیشه در سری تو بودم، مثل سایه ای تو بودم. در آینده نیز همیشه تو را نظارت میکنم. من قاتل نیستم. باوزد شده است. کی باز این خیل خوراکی با مزه را نخورده بودم. باشی جانتان مادر. خانه به من معقول دروغ نمیگویم. دست درد را نبیند صالح پسرم. سلامت باشید. خانم گلرو، راست دیگه پرسیدن عیب نیست، اما با شما چی شده است؟ آقای صالح، خودت میخواستی مرا همین خیل بینی؟ یا خدایا، هزار یک بار شکر. کاش همیشه همین خیل شود. یعنی حرکت های شما تغییر یافته است. این مرا به حیرت بیارد. بیبی جان، حتی من به شما حیران شدم. آخر شما آیله من هستید. سعادت، گوش کن دخترم. این هدیه بیبی کلانت. تو این رو در خاطر داری دخترم؟ اوه، البته یاد دارم. این بسیار چیزی قیمت بهاست. این تحفه از من به شما به خاطر خانه نوتان. تشکر مادر. ایست برای این یگان جای خوب یافتن لازم. انا حاضر. انا در اینجا. نه به خدا اینجا بهتر است. میگویند که از بلا نگاه میدارد انشالله. با خون کوشه پرک نزدک موردم. بعد با روغن خوک درونش رو پر کردم. وقتی که روغن خود به خود آب شدن گرفت، جادو تاثیر خود رو به اون مکان میرساند. نمیخواهم که بین زن و شوهر دخالت کنم، اما دیگر چاره ندارم. باور کنید دستت درد را نبیند. برکت یابی انشالله. خدا بسیار زیبا شده است. تشکر مادر جان. تشکر مادر جان. تشکر. تشکر مادر. خدا از چشم بد نگاه دارد. آمین.
نبین دیدی برایت چی آوردم؟ این برای من؟ بله نبین این به خدی تو تماما موافق است یک همکاری دیوانه داریم صفت درا که سوار شدم یک دو جایش رو خراشیده است من این را خودم تعمیر میکنم. خوش ریچه کوراسی یک رسمت را گیرم آفرین سلام خانم عایشه برای سلیم یک بلی سفید تحفه گرفتم چرا این خیل کردید؟ لازم نبود. ما با همکارانمان مصلحت کردیم همگی مصلحت کرده خریدیم آخر من رو شرمنده میکنید. اکاجان من را بسیار خرسند کرده. تشکر به شما اکاجان. سلیم همسایه من است اگر او ولی سفید خواهد باید خواهش او را با جا بیاریم همین خیل نی؟ کو سوار شم؟ کو بچه جان سوار شم؟ آهسته احتیاط کردم آفرین آفرین رفیقان سبب شما را عاجلا جیغ زدنم در این است که یک سردار گروه قاچاقچی دردی سری جوان دختران شده است. این گروه جنایتی خصوصا دخترهایی که از دیه و ناحیه های دوردست وطنمان می آیند آنها را زیر هدف قرار دادند و جوان دخترها پول و مال وعده داده با آنها مواد مخدر می دهند. وقتی که این جوان دختران با مخدرات عادت می کنند دیگر غلام این گروه می شوند و بعدا متاسفانه آنها را با کارهای بد اخلاقی فاحشگی روانه می سازند. باور دارم که پدر و مادران از این بیخبرند. حتما این گروهی که جوان دختران ما را با راهی بد اخلاقانه می برند یگان سردار دارد. مکانی آنها را یافتیم. باید رفته آنها را زودتر دستگیر کنیم. زیبا سلام های ما را در یگان جای نمیابی در بازار این شهر دیگر نمی شود اگر در خارج کارو سر کنیم 15 مرتبه پول زیادتر میابیم باید این تکلیف تو را فکر کنم اما به خارج بردن آنها خرجات زیاد دارد جانکم با شما کار یافتیم آیا من گفتم که رفته زبان آموزید اما با رازگی خودش میرود 60% میگیرم. این فایز به من آنقدر معقول نشد با شما تنها 20% داده میتوانم خوب فکر کن تمام خزینه های این مملکت را به شما پیشکش میکنم پیش خدمت مرحمت چند پول شد برادر؟ امشب شما مهمون من پولش را داده اید او خیزه جاید بخفا گرد از بچه ها زودتر گریشته برید جمیل بیا آمده بکه ببینم که برای قدر قدردانی میکنید مادامی که قدر اصرار میکنید میروم شما هم حجتهایتان را نشان دهید شناسنامه ندارم. چه ندارید چند ساله ای 18 ساله. پدر و مادرت در کجاست آنها اینجا نیستند. البته اینجا نیستند عارف. پدر و مادر اینها در دیههای خود گمان میکنند که فرزندهایشان میخوانند. شب و روز ننگ و ناموس کرده با آنها پول روان میکنند که فرزندهایشان بخوانند. اما اینها را بینید. وای بر شما بر این جوانها. ظریف احوال این جوان دختران را بین و دام چه خیل به شرف افتادند. حیف شما چه خیل رفیقانی بد را انتخاب کردید. شما با جنایتکاران همراه شده اید. عیب و شرم را نمیدانید. آیا پدر و مادر شما شبیان را با این حال بینند احوال آنها چی میشود؟ باری هم این را فکر کردید؟ یگان بار فکر کردید؟ لیکن ریشه این حرامی ها را یافته پاره میکنند. رفتیم. برای دیده ماندن
یک حیوان نوزاد راه گشتن لازم. برای راه گشتن مثل انسان ها چندین هفته و ماه منتظر نشده در حال بعد از تولد شدن با امر الهی روزیه؟ لبن دادا جون. از سایم رو بیار دخترم. برای میارم دادا جون. زندگی کردن در قید حیات ماندن باید بسیار کوشش کند. حیات از انسان سعی و کوشش و غیرت طلب می کند. این است قانون زندگی. مرحمت دادا جون. اگر به من کمک کنی برای این عصاها را استفاده بردن هر روز مشق میکنم دخترم. البته میکنم دادا جون. تجهیزهای خانگی هم راجع رو کردن به شما کمک میکنم. وقتی من کودک بودم شما همیشه دستی مرا میداشتید. اگر میرسیدم مرا میبرداشتید. توی شما من بودید. اکنون من به شما کمک میکنم دادا جون. چنون میبینید ما همین گونه عائله هستیم. همیشه یکدیگر را حمایه میکنیم. بسیار خوب. ماشاءالله. تشکر زیادی. با او اهمیت ندید. او قهوه ترکی رو بسیار خوب. تو قهوه رو چه تیار میکنی؟ یک روز می نوشی و بعد خودت می بینی. اگر یکان روز از دست تو قهوه نوشیدن نصیبمون گردد انشاءالله می نوشیم. شما هم از علاج مخصوص هستید؟ بله. اگر ظاهرا نمایان نباشیم هم من هم 2 ماه قبل در این صندلی نبودم. با خیر است؟ چه شد؟ در وقت عملیات. همین که خداوند شفا دهد. آقای یعقوب، چنانه که میدانید در حیات حادثه های خطرناک بسیار می باشند. البته وظیفه ما آسان نیست. شاید شما رو به فکر و اندیشه آورد. البته آدم رو به فکر و اندیشه. اما برادر ما چلی که شما نیز میدانید برای کاری خیر اینجا آمدیم. بخیر است. سلامت باشه. ببخشید. عذر میخواهم. باید جواب دهم. عذر بسیار. لبای. میفهمم. البته خودی ها خوب شده است. میل است. خدا وقتی که آقای سردار گفت که با خواست خداوند و قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم من گمان کردم که وای بر حال ما. راست میگه دکه. بیا همون لحظه دست و پای من بریده شد. بازگشت به ما نگاهی عجیبی کرد. سلامت باشه. مرد همان شخصی است که به ناموس و به عهد و وفا باشد. وطن به این نفران امانت است. من در و خانه و دخترم را با او دادم. خوشی آمدی. شما تو گرد.
چه خداوند که من شونه کرد. اکا همین که نگاه کرد من گمان کردم که باز یکون سخنی ناجا میزند. اکنون تو برای معرکه توی دو میکنی. بابای گفتم که خوزگاری میرویم گفتی این کار بزرگتر است رتبه دارد پسران چی شد؟ الحمدلله. دیگر رو گفتم بزرگ کنید بشم. درست میگه فاتحه میشود. احتمال از این راه میگذارند. در آن شهر سیر آدم میباشد. اما اگر از این راه برایند پیش روی آنها رو گرفتن میتوانیم. زنده یا مرده اکا؟ اگر زنده گرفته توانیم میگیریم. اگر نشود نعمت را میکشیم. دیگر یکم چاره نیست. یک خبری نخوش دارم. نعمت را تعینات مخصوص محافظت میکردن. تعینات مخصوص؟ اینش باز از کجا برآمد؟ امنیت میداند که نعمت انسانی لازمه میباشد. یعنی گبزن چی باید کنیم؟ جایی یا وقت بیاید. چه کنیم؟ عادت خور را جستنید. خوب شد است فهمیدم اکا. اکا من یک چیز رو نفهمیدم. چرا محافظت این گونه لعنتی ها رو به عهده ما میگذارد؟ چی شد؟ دعوت خیره شد؟ البته اکا این وزیر نه تنها تجارت مواد مخدر میکند بلکه به فروش دختران نیز مشغول است. کاری غیر قانونی نمیکنیم برادر. دخترهایمون میآیند کار کردن میخواهند ما باشیم با آنها کمک میکنیم. یعنی مثل شغل اهالی کار میکنیم. من این نوبکار یک لگت آرام بس کن بالتن. آرام شو آرام. صحت و سلامت او را برسانه محکمه به او چیکار کردنش را در میداند. مقابل این گونه رذیل ها باید هوشیار باشیم برادرها. بعد میفهمند که تقدیر فرزندها را به دست کی می‌دهند. از جنایتکاری و حرامی ها باید حذر کنند. باوری کس نمیآید که دست به عملهای زیست داده است. از این تلفو سر کرده تا دیگر پای. درختی که میوه میدهد سنگ میزنند. من صاحب کار موفق میباشم. خدای توبه صاحب کار موفق. ظریف مادامی که این نوبکار مدتی دراز در کفتکاب است و وقتی گذشتن از فرودگاه به عهده ما است ما باید با دقت باشیم. نباید کار را خراب کنیم. خب من زود با طریق نقاب حالت راه را میبینم. چه نگاه میکنه؟ بسیار زیبا میباشد. اگر با من کار کنی 30 مراتب زیادتر پول کار میکنی. علاوه بر این من خودم ظریف همان بند را با من ده. مرحمت. جمیل تو این را گیر در دستی تو ایستد. خوب شده است اکا. اقرب یک مرکز گپ میزنم. اینجا بیا. دهانت را روشا میگویم. تو دهانت را شاب نه. اکنون حاضر گیره دکا جان. زیبا شده ای. اکنون یک تیرها را به دهانش خالی میکنیم. به خدا نمایشی بهترین میشود. به خدا بسیار کاری خوب میکنیم. ما به دهان شیطان خرمخوری تیز نیست. بلکه تیر میپرانیم برادر. آدم شو. آدم. برآمدم. منتظر جهاز نظارتی میباشم. نظارتی را جایگیر کرد. من در اینجا میکشم. ما از آن رو داریم؟ نه. سر کنیم؟ مایلاش به مدد سیکوا نیز خبر دید. از دو طرف هجوم کنند.
که آن آخه چی کنم؟ مثل مدعا ما این لعنتی رو محافظت و ما باور کرده این شخصیت های مهم را به عهده ما میگیریم. مرا برای این کار غضبم میآید. کمیسر، آخر او خودش کیست؟ چرا ما او را محافظت میکنیم؟ کارلوس، آیا تو کارهای امنیت را از کارمندان استخبارات خوبتر میدانی؟ راستی که با آقای کمیسر من هم نفهمیدم. اصلا ما باید این آدم را پاره کنیم. رفیقان، این آدم سردار یک مرز بین‌المللی عاید به قاچاق مواد مخدر و فروش دختران میباشد. اگر این رذیل اخراج شود، پس ما چندین مکانهای این گونه قباحت را نابود میکنیم. این گونه شخصیت به دست امنیت افتاد. قوه‌های شهر میخواهند او را خاموش کنند. البته برای آنه که تمام فعالیت مافیا را میداند و ما زنده او لازم است، نه مرده‌اش. برای همین این کار به عهده ما افتاده است. رفیقان، کار را جدی شمارید و هوشیارتر باشید. عذر میخواهم اکا، من نفهمیدم. بسیار خوب. بسیار خوب اکا. در پیش ماشین نیست. راه گشاده است. ما آماده ایم. بعد از که آمادند از دیگر طرف چرخ میزنیم. نباشد زودتر شو. آغاز میکنیم. زودتر آماده شو. اکا میگذارم. گذاشتنگیر. این ماشین خیلی با سرعت میرود. اتوبوس ماشین پلیس را ناراحت میکند. و کمی او را دیده برایم. نه جان اکبر، وقت ما نیست. هر وقتی که پوششش بندیده میبرم. رفیقان، آماده باشید. من گفتم که اونها برای گرفتن این نوبکان آمدن. چیکار میکنیم مالی؟ جمیل برادر، این آدم به تو امانت. این نوبکان معلومات‌های مهم را میداند. تو در ماشینی، تو را برابر جانت محافظت کن. اطاعت اکا. ایستید برایند. هدف ما معلوم است. نظامیان به اتوبوس حمله کنید. از ماشین برایند. پیش را خالی کنید. زودتر. اینجا خوب رو. یگان مراجع به این گونه امانتی افراط نگرفته بودم. آریف چیکار میکنیم؟ حمله میکنیم. این نوبکاران از پیدا شدن. پیش راه ما را بریدن. اکنون باشد منتظر. کمی نقلیات را پرسان کردم. بر قید نبوده است. یاری ایلاقی درخواست کنم؟ نه، در بین شهر جنگ و جدا شود خوب نمیشود. نمیخوام که به من برای یک نوبکار را محافظت کردن یاری ایلاقی طلب کرد گویم. نمیخواهم به کارهای دخالت کنم، اما در داخل اتوبوس با چی روبرو شدنمان را نمیدانم. آریف، قوه ایلاقی طلب کن. زود باش. نه، حالا نه. آنها از برخی برآمدن ما رو انتظارند. ما هم منتظر بشویم. این نوبکار هوشیار بوده. به طرف ما حمله نمیکنند. یاری ایلاقی درخواست کرده باشم. باید زودتر عملیات را آغاز کنیم. وقتی زیاد رو گفتن بر ضرر ما. پرانه.
تلاش بکنیم. از چه طرف رو یاد کردن؟ رفیقان با آمدن یاری علاوگی باید بگید همه رو قایمت کنیم. تیر باران کردن ما کوشش بیهوده است. مردانیم! در نصیبمان توی باشد توی، رتبه باشد رتبه، الحمدلله.